آرمان محمودیان، مدرس مطالعات روسیه در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپای آمریکا به ما پیوسته. آقای محمودیان، خوش اومدید به برنامه. در مورد این دو دستگی که در میان وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو هست در مورد عضویت اوکراین، فکر می‌کنید که آیا ممکنه که این دو دستگی حل بشه در آینده نزدیک؟ در آینده نزدیک من خیلی بعید می‌دونم. ببینید، دلیل اصلیش هم اینه که کشورهایی که موافق عضویت ناتو هستن من جمله استونی و لیتوانی که شما در گزارشتون اشاره کردید، اینا همچنان نگرانی‌های امنیتیشون هست. اینا خیلی نگرانن که بعد از اوکراین روسیه بیاد به سراغ بالتیک، برای همین میخوان که اوکراین عضو بشه. و کشورهایی هم که مخالفن و روز اول هم مخالف بودن، من جمله به طور خاص مجارستان، همچنان مخالفن. یعنی در مواضع نه موافقین طرفداران شدید اوکراین تغییر کرده، نه در مواضع مخالفان عضویت اوکراین، به خاطر که منافع و تهدیداتی که حس می‌کنن فعلا همونطوری باقی مونده. یعنی مجارستان منافعش در مشارکت و همکاری بیشتر با روسیه است، با کشورهای بالتیک منافعشون در افزایش قدرت ناتو در مقابل روسیه است. به صورت کلی چطوریه؟ آیا کشوری که در حال جنگه میتونه عضو ناتو بشه؟ ببینید، اصل برای این بوده در طول تاریخ ناتو که اگر یک کشوری بخواد عضو ناتو بشه، در قدم اصلی باید مشخص کنه که در هیچ جنگی یا به اصطلاح هیچ یک بحران یخزده حضور نداره. به خاطر که بنابر این بود در روز تشکیل ناتو که ناتو یک پیمان دفاعی باشه، نه یک پیمانی که کشورهای دیگه بتونن با عضویت درش ناتو رو به زنجیره درگیری یا جنگ‌های خودشون بکشن. البته ناتو مثل هر اتحاد سیاسی دیگری شرایطش، نرم‌هاش و اصولش میتونه تغییر بکنه بر اساس توافق اعضا. این توافق باید یک توافق باشه که تمامی اعضا اتفاق نظر دارن. در شرایط فعلی ما بعید میدونیم که همچین اتفاق بیفته. من مجددا عرض می‌کنم کشورهای من جمله مجارستان و تا حدی ایتالیا و اسپانیا خیلی حساس هستن که ناتو به طور مستقیم وارد درگیری نشه. مخالفتی با این ندارن که در آینده طولانی مدت ناتو از اوکراین یا بقیه کشورهای آزاد در منطقه حفاظت کنه، ولی خاص یا تهدید در اصلی که اسم می‌کنه که ناتو به هیچ جنگی کشیده نشه. اشاره کردید که احساس میکنید که این قضیه دور از دسترس، فکر میکنید. در این حال میبینیم که مثلا کشوری مثل فرانسه که موافق نیست، موافق عضویت، به نظر میاد که گفته که باید این پیمان بدونه که چه تضمین‌های امنیتی رو مشخصا به اوکراین میدن. فکر میکنید که در واقع از چه تضمین‌هایی دارن صحبت میکنن؟ ببینید، یکی از مسائلی که ما الان داریم باش روبرو میشیم، یه سری کشورها مثل فرانسه و تا حدی هم آلمان، اینا دارن میان صحبت از این میکنن که در شرایط فعلی شاید شرایط و فضا فراهم نباشه که اوکراین وارد ناتو باشه، ولی میتوانیم بسته‌های تشویقی یا الحاقی یا جانبی به اوکراین بدیم. یعنی اینکه ناتو بیاد ضمانت‌های امنیتی رو به اوکراین بده یا کمک‌های امنیتی رو به اوکراین بکنه که بدون اینکه وارد اوکراین بشه اوکراین حفاظت کنه. حالا این میتونه خیلی جنبه‌های مختلفی باشه، میتونه دادن تسلیحات بیشتر باشه، میتونه فرستادن نیروهای نظامی نه برای شکست جنگ باشه، بلکه برای ارائه آموزش‌ها یا کمک به خدمات دفاع هوایی اوکراین باشه. آرمان محمودیان، متشکرم از شما، مدرس مطالعات روسیه در دانشگاه فلوریدای جنوبی.